درود، من تینا هستم و شما شنونده دومین اپیزود از رادیکال پادکست هستید. هدف ما از ضبط و انتشار این پادکست پرداختن به مسائل و موضوعات حول محور عکاسی و تصویربرداریه. ما در این پادکست تلاش میکنیم که به موضوعات مطرح شده به زبان ساده بپردازیم. با ما همراه باشید. تو این اپیزود میخوام به زبون ساده و عامیانه در مورد چیستی دیافراگم صحبت کنم. این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودا قراره خیلی کوتاه باشه. در نتیجه اگه میخواین خیلی منسجم در مورد دیافراگم اطلاعات کسب کنین، بد نیست اپیزودهای بعدی رو هم بشنوین. اگه با دقت به لنز دوربینا نگاه کنین، پرده های متحرکی رو میبینین که با باز و بسته شدن میزان نوری که به دوربین وارد میشه رو کنترل میکنه. دیافراگم یا اپرچر خیلی شبیه به نبیه چشم انسانه که با تغییر در اندازش میزان نور ورودی به سنسور دوربین رو تعیین میکنه. دیافراگم همچنین یکی از اساسی ترین اجزا در دوربین های عکاسیه. این عنصر تأثیر بسیار زیادی بر عمق میدان و روشنایی عکس ها داره. دیافراگم یکی از 3 عنصر اصلی نوردهی در عکاسیه. این 3 عنصر دیافراگم یا اپرچر، سرعت شاتر یا شاتر اسپید و ایزو هستند. باز کردن دیافراگم یا کاهش عدد دیافراگم به دوربین اجازه میده تا نور بیشتری رو وارد سنسور بکنه که البته در شرایط نوری کم بسیار مفیده. بستن دیافراگم یا افزایش عدد دیافراگم نور کمتری رو از سنسور عبور میده و در نتیجه برای شرایط نوری شدید یا نور زیاد انتخاب مناسب تریه. دیافراگم همچنین علاوه بر کنترل نوردهی و عمق میدان میتونه افکت های خاصی مثل بوکه رو ایجاد کنه. اپیزود بعدی این پادکست با محوریت واحد اندازه‌گیری و اثرات دیافراگم رو میتونین به زودی از طریق پلتفرم‌های موجود بشنوید. تا یادم نرفته بگم در صورت تمایل حتما ما رو از نظر، عقیده و پیشنهاداتتون در مورد پادکست و موضوعات مورد بحث مطلع کنیم تا روند رشد پادکست تسریع بشه. تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و فراموش نکنین که حضورتون تا چه حد دلگرم کننده.